سوره مبارک الماعون که سوره 107 قرآن عظیم و شان است در مکه معظمه نازل شده، متشکل است از 7 آیه مبارک. تلاوت و ترجمه فارسی آن را از آیت اول می شنوید. بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بی اندازه مهربان نهایت با رحم. ارأیت الذی یکذب بالدین. آیا کسی را که روز جزا را تکذیب می کند دیدی؟ فذلك الذی یدع الیتیم ولا يحض على طعام المسکین. این همان کسی است که یتیم را با اهانت میراند و به طعام دادن به محتاج تشویق نمی کند. فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساهون الذین هم یراءون و یمنعون الماعون. پس وای بر آن نمازگزارانی که از نمازشان غافلند، آنانی که ریا می کنند و سامان مورد نیاز نیازمندان را از ایشان دریغ می دارند.